چگونه جن مانع حاجت روایی شما میشه؟ به نام خدا. اگر دعاتون مستجاب نمیشه و یا هر راهی رو امتحان کردین و نتیجه نگرفتین و دیگه نمیدونین کدوم دعا یا راه رو انتخاب بکنین، سردرگم و ناامید شده اید، شاید گرفتار اجنه‌ای شدین که نمیذارن دعاتون اثر کنه. به کانال قدرت ذهن خوش آمدید. ابتدا بذارین تعریفی از جن داشته باشیم. جن به معنی نامرئی و غیرقابل دید، یگانه قدرتی که جنیان از آن بر علیه انسانها استفاده سوء می‌کنند. یگانه قدرتی که جنیان را در اذیت و ابتلای انسانها دست بالا داده است، قدرت نامرئی بودن و خفا ماندن آنها از چشم انسانهاست. این هم به اذن خدای سبحان و امتحان بندگانش است که ما را قدرت دید جنیان را ارزانی نکرده است. ولی انسان‌های مؤمنی که از گناهان دوری نموده، عباداتشان را در سر وقت ادا می‌کنند، با اذکار و قرآن خودشان را مصون کردند. جنیان آزادانه در اطراف و اکناف انسان‌ها، در خانه‌ها، تشناب‌ها و حمام‌ها و حتی در مسیر خوابمان بدون اینکه توسط انسان‌ها دیده شوند، عبور و مرور و امرار حیات دارند. امروز قرار راجع به اجنه و ارتباط اون با انسان صحبت کنیم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در حقیقت انسان را از گلی خشک و از گلی سیاه و بدبو آفریدیم و پیش از آن جن را از آتش سوزان و بیدود خلق کردیم. جنها موجوداتی فراتبیعی هستند که نه گروه فرشتگان قرار می‌گیرند و نه در زمره شیاطین. آنها متعلق به طبقه مجزا هستند، اما با انسان‌ها حضور دارند. این موجودات آنقدر با زندگی ما در هم تنیدند که نمی‌توان روزهای خود را بدون تأمل با آنها سپری کرد. اگرچه ممکن است بعضی از اجنه نیت بدی داشته باشند، اما بسیار از اجنه خوب هستند و گاهی این اجنه باعث بسته شدن راه اجابت دعاهای ما می‌شوند که ما از آنها بی‌خبریم. و حضرت علی می‌فرماید اگر دعایتان اجابت نمی‌شود، اجنه باعث بسته شدن راه اجابت دعای شما شدند. برای حل این مشکل آیه 4 سوره جن را بخوانید. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، و به اطراف فوت کنید تا باطل شود. دوستان عزیز، از اینکه کانال ما را حمایت می‌کنید ممنون و سپاسگزارم. در پناه حق باشید.